سلام علیکم دوستان عزیز، خوب آمدیم به درس 12 کورس HTML5. این درس کمتر درسی درست‌ترین و هم درس قیمترین و هم درسی مهمترین. باید این درس خوب یاد بگیریم. برای همین میگذاریم درس. خب پیش از این میسازیم یک سلکه. خب سلکه میسازیم، میگیم که مای مای فرم точка формат چه می‌کنیم HTML. یعنی که ما سلکه را با مای فرم داریم میکنیم. یعنی اینجا می‌نویسیم که با قیدگیری خب با قیدگیری سخنید میکنیم. خب می‌داریم ساید مونده نه که من با قیدگیری سلکه برآمد. وقتی ما می‌داریم اینجا یک فایل نیستش سوید البته این فایل نیست خوی ما اینجا فایل نو می‌سازیم. پروستا کنترل اس می‌کنیم، در هم پاپکمون سخنش میکنیم. ما نامش مای فرم گرفته بودیم، میگیم که مای فرم. مای فرم فرمت چه میگیم که HTML سخنین میکنیم. من این تیار شد. برای باید ما استرکتور در کره استرکتور دا برای تیز نوشتن استرکتور شما پروستا بنویسین که HTML بنویسین و کنوپکای تاب بجقین. جقیدن خودش اتوماتیکی میبره. اینجا پروستا ما مینویسیم متا، یعنی که متا جقیدن خودش اتوماتیکی متا 428 علاقه پیدا میکنه. خب اینجا شما مینویسیم که رجیستراسیون با قیدگیری. خب با قیدگیری ما از اینجا حاضر می نویسونیم. وقتی صفحه ما ابلاید میکنیم من صفحه ما بشید. خب یکمین کار با فرما، یعنی که فرما من اول یک فرم را شما نشون میدم. شاید بعضیتون ندونین و بعضیتون شاید میدونین. من این فرم مقصد پولی ایمیل داره، پولی تیما داره، یعنی که این فرم و مثال من رجیستراسیون دارم. رجیستراسیون در که ما داخل میشیم، رجیستراسیون ما داخل میشیم. خب حاضر نه داخل نشسته کماشیب که نساز میکنم با مثل همیوه، یعنی که پولیو هستم. خب حاضر ما می‌داریم در اینجا یکمین فرم را میسازیم، یعنی که در هر چیزی که در داخل اینپوت هایی که من ساختم و یا اینپوت قد ساخته میشوند و یا مثال که در داخل چی میسازیم شون، یعنی که فرم ده مثال فرم مثلا داخل فرم ده میسازن، یعنی که پولی نامت، یعنی که نسبت میگن مثال ایمیلت یا نمره تلفنت یا که مثال اون کناپکه اتپراوید، همه این در داخلی بگیم یک فرم ساخته میشه. برای همین فرم را ساختن ما تگ فرم هست. فرم تگ فرم ما ساختیم. پروستا میگیم من در داخلی می‌نویسیم. تگ فرم یک اتریبوت را اکتیون. اکتیون چیه؟ اکتیون یعنی که ما میگیم که همین فرم را ما در کجا این فرم را ابیزت نباید پیش فقط اتریبوت که کدام دکار. برای همین باید ما بگیم که در کدام صفحه PHP ما امیر اتریبوت کمی کنیم. مثلا میگیم که در ایندکس ما index.php پروستا از ما PHP مونیم index.php یعنی که ما آدرس میتیم که همین چیزی که ما همینجا کار میکنیم پیج فقط همون در اینجا داخل میشه. این HTML اینا بعدا PHP میکنیمش. خب با اتریبوت هسته میزود این میگیره get یا post. get یا post این خیلی یا get یا اینکه post. من get یا post کم ترک معلومات میتم. post یعنی که برای
объект ҳое ки конкретниян, яъне мисол ранги банкҳори мисол поста истифода мебаранд, ҳама просто ягон кори мешавад ки не обязательно сайтите мисол ура защищат намекунӣ, мисол метавонӣ ки гет хат киненаш. но ина бо мавзӯи отдельный ҳастай, барои инҳо метавонед ки дар уҷа фаҳмед. но ин ҳозир аста фақат дар PHP дар кори навоз дар HTML ин get post ин ҳеҷ маъне надорад. хуб ин форма буд, мо формаро тайёр кардем. баъдаи он мақсад ки инпутҳо мешавад, мо чиқдре ки дар картинкамон овардем, яки форм инпутҳо мисол чанд намуд чизе месозанд, ҳозир мебинем. мисол инпут менависем, ҳар як инпут ба худаш name дорад, атрибути name дорад ва атрибути type дорад. type мо гуфта будем ки яъне ки намуди бигем яъне ҳашаротҳо, инсонҳо, ҳайвонотҳо мисол намуда мефаҳмонанд. хуб дигар дар бораи ин гап намезанем. якуминаш мегзарем, ин чекбокс, ман просто копировать мекунам, чекбокс. name фақат нома, яъне ки ном мондан. мисол мо номаш мемонем ки но пока ин атрибут ҳамон мегирам, инашам дар PHP дар кор мешавад, но дар HTML ин ягон роли асосӣ, ягон рол намебозад. вақте ки шумо PHP хати отработка кардем, бояд обязательно ин атрибута бояд бинависем. хуб ин ҳозир аста дар кор нест. просто чекбокс мемонем, якумин чи мо бир мемонем ки ҷудо шавад, проверка мекунем. мана чекбокси мо баромад. чекбокс биштар кунем бидем. чекбокс мана ин хел кнопкаҳояш, шумо дар сайтҳо вохӯрдагӣ бошед, яъне ки птичка мемонед. хуб боз ҳаст дигар намудаш, радио, яъне ки радио кнопка месозад. хуб радиош но ҷа хато шид. ман радиоро хато навистам, мана радио проверка мекунем. мана яъне ки ин кнопкаи радио кнопка. хуб боз ҳаст submit, яъне ки ин кнопка мешавад. яъне ки шумо дар ягон сайт мебинед ки кнопка отправить, яъне ки мешқем, вале худаш автоматически кнопкаи отправить месозад. хуб боз ҳаст фейл. мақсад фейл ин яъне ки дар PHP инам истифода мебаранд, мана ин хел мешавад. яъне ки шумо меҷиқен ва ягон файла просто мегирен, инаша давомша мақсад PHP хат мекунед. ин хело зиёд мешаванд, но ман чизои асосиашон метавонам. боз ҳаст дата. дата ин датаи времяро ишон метавад. мана инҷа просто шумо мегирен календар мебурад, инҷа мега 13 моҳи 2019. инам дар PHP функсияи удобния. хуб ина PHP бо худтар мефаҳмед. но кор бо форма қариб почти бисёри чизош ҳамаш қариб ба PHP қатӣ мекунанд, яъне отработкаш мекунанд. просто HTML да месозандаш ва ба PHP отработкаш мекунанд. боз аст reset. reset ин мисол шумо регистратсияро пур мекунед. мисол мегирем, ман ина пур мекунам, инҷа ягон чиз мегирам, ягон файл мегирам, мана инҷа доми файл, яъне инҷашам пур шид, инҷаша мемонам, инҷа мемонам, сброс кардам, ҳамаш мепара, яъне ки ҳамаш автоматически мепара. хуб боз аст боз аст search, яъне ки поиск. дар сайтҳо вақте шумо медароед, мана мисол сайти манда медароем, инҷа яъне ки рӯйхате ки ҷое аст ки мисол менависонӣ, ягон чиз поиск метӣ, яъне ки михел майдони поиски аз ман дар инҷа гирдаки лавоши фасон кардия, ин дизайни CSS хадоагия, инда простои мебурад просто. хуб мебинем search, яъне ки барои майдони поиск. мана ин мешавад майдони поиск, яъне x дора x мекунем. мана ин майдони поиски.
خب باز میشود تکست. تکستش یعنی که فقط تکست هم میگیره، چیزی که تکست نو معلوم ای خودش. اینش تکستی، یعنی که رنگ سرچ وری این خیلی ایکس نمیبره. خب اینش میدان تکستی. باز هست ایمیل، یعنی که میدانی که ایمیل داخل میکنی. من این میدان دا فقط ایمیل داخل میکنیم. باز هست میدانی که پسورد، یعنی که پارولا داخل میکنیم. من وقتی پارول داخل میکنیم یعنی که مارکر میخواد، مقصد خیلی کنوپکای مقصد سیاسی و میبرم، خیلی نقطه سیاسی و. خب میگذاریم با دیگر قسمش. خب در اینو ما همش شون دادیم که چند نمود اینپوت، 1 نمود، 2 نمود، 3 4 5 6 7 8 9 10 نمود چشون دادیم. نو هسته بو بسیار نو همی قدرش همی گلاونی اساسیش همیه که شما همیوش خوب بفهمین. خب میگذاریم با دیگر قسمش. میگذاریم با قسمی اتریبوتش، یعنی که اینها چی اتریبوت میگیرن. یکمین اتریبوتی بود که این نیم بود. نیم ما گفتیم که یعنی که این در پیج پی استفاده میشه. مثال میگیریم من در پول ایمیل پاسلین میمونم، یعنی که نیم این نومای. مثال میگیریم که نومای میمونیم اد، مثال نوم در پیج پی. انا وقتی که ما پولی را یکم ازمینیت کنی باشیم، یکم کار کنی باشیم، ایمی نومش میشناسیمش، بگیم که نومی فلانی را مقصد همه خیلی ازمینیت کرد. این یکم اتریبوت. دویم اتریبوت هست ماکس لنگویج. ماکس لنگویج این معنی را داره که من در پسورد میمونمش. من اینجا ماکس لنگویج یعنی که در بعضی جاها میشه که میگن که نام، مثال نام باید از 10 سیمبل زیاد نباشه، یعنی که نام هیچ وقت نمیشه یک 100 سیمبل 100 حرف نام نمیشه. نام زور ماکسیمال اگر شود تا 20 رقم میشه یا که تا 10 رقم میشه. برای ما میگن که 10 رقم، یعنی که ای 10 رقم زیاد نگی. وقتی ما میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کشید 11 12 بخشید باید نشه. این خیلی من اینجا خطا کردم. خب پسورد ماکس لنگویج ده. من فهمیدم اینا پرابلمش. من فهمیدم اینا پرابلمش چی بوده. اینا شما خودم نو فهمیدم. این ماکس لنگویج یعنی که در پول پسورد کار نمیکرده. این در پسورد کار نمیکنه، در ایمیل سرچ ایناش کار میکنه، یعنی که ماکسیمال نی حرف میگه. مثال میگیریم که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کردیم، یعنی دهم نول میشه دیگر نمیره. یا اینکه پروستو تک اگم حرف میزنیم از 10 تا زیاد دیگر نمیگیره. خب این اتریبوتی بود که ما اجازت میتیم که چند قدر حرف. باز هست یک اتریبوت دیگر، این نام داره پترن. یعنی پترن این اتریبوتی است که برای ریگوال ورژن میگه. یعنی که من نکرات که میگم وقتی پیش بگذاشتین ریگوال ورژن رو میفهمیم که چیه. یعنی که ریگوال ورژن یا چیزی هست که اجازت نمیده که انسان هر چیز در چی یعنی که پویس کنه. مثلا اینجا ریگوال ورژن داخلش کاگیه، ریگوال ورژن بسیار میشه نو این یک کدیش کاگی موندگی. یعنی اینجا گفتگی که ای ا توزه، یعنی که ای حرف انگلیسی، یعنی که کدام حرفش هم بگیری بگی ایمون. مثال تا آخر میگیم که ایخنو میگیم ای ا تو یورا لبوی حرف بگی، اما اینجا گفتگی که سه حرف بگی. اینجاش گفتگی که یعنی که از بعد از او از 0 تا 9، یعنی که ای 1 تا رقم 9 را ای 0 تا رقم 9 را کدامش میگیری بگی و 3 تاش بگی فقط. یعنی که این خیلی حاضر مسنجر میبینیم. من اینجا مثال میگیرم که حرف انگلیسی من پروستو 3 حرفش میگیرم و 3 رقم دیگر را میگیرم. مثلا ات پرایوت میکنم من فایلمو کار کرد، یعنی پرایوت چی پروستو اگر من یکم حرف دیگر گیرم
اینجا میگه که مقصد خطاگی میته، یعنی یا که این خیلی مونو مثال خطاگی میته. برای همین اجازه داده که مثال کدام حرفی را میگیری سه تا باشه و بعد او مثال سه تا دیگه حرفی مثال چی باشه، رقم باشه. Просто این регулярní выражения, регулярní выражения مقصد بسیار میشوند، اونا را میتونه که در PHP بآموزین. اینجا همین قدرش پروست آمده، اینم در PHP در کتون میشه. خب باز هست اتریبوت دیگر. این اتریبوت پلیک هولد نام داره، یعنی که این در داخل مثال میگیریم تکست میمونیمش یا که در سرچ میمونیمش. سرچ میمونیم میگیم که پلیک هولد، یعنی که میگیم اینجا میدانی جستجوییه، یعنی که در اینجا سرچ مینویسیمش لوچی مانا سرچ یعنی که پویسک. پروستو تکست میوه اینجا، دیگر یکم چی لشنی نمیوه. سخنید میکنیم من اب نمیکنیم اینجا سرچ نویسون، وقتی بولوش نمیمونیم گم نمیشه، من ابین نه کپیرواتش کرده میشه نه گمش کرده میشه. وقتی یکم چی مینویسیم وای گم میشه، وقتی که توزیع کردیم با سرچ میگیره. اینه که مثلی در سایت من هسته من جستجو نویسندگی اگر ببینید. خب این معنی همین را داره، این را میتونید در لبای پولیا بمونید. باز اتریبوتی هست value. value حاضر شد میتونم من value را در من مثال در چک باکس باید کار کنم، نو یکم بار من نموندم نو باید کار کنم. پروسا می‌نویسیم که یعنی ویرگول پتیچکا میگن خودمون پتیچکا مثال پتیچکا می‌نویسیم. نه این کار نمی‌کرده، نو ما گفتم یکم بار من نموندم، نو در میدان ایناش کار میکنه، یعنی تکست دیگه. پروسا ایمیل هم می‌نویسیم، نو ایمیل هم نمیدونم کار کنیش. نو ایمیل هم کار کرد، نو این قدر خوب نیست در اینجا. این اساس در من این سبروس که در این سبروس استفاده میبرم و در اد پرایوت استفاده میبرم. خب اینا ما میمونیم در اد پرایوت، یعنی که اونجا اد پرایوت روسی قد نوشتگیه کنوپکای سابمیت مودا، ما پروسه تاجیک قد مینویسیم که جای اد پرایوت مثال فرستادم. فرستادن که نویسندیم من اینجاش علیش میشه، یعنی که فرستادن میشه. باز هست یک اتریبوت دیگه، وقتی ما فرستادن کنوپکا را میچقیم، یعنی که فایل ما من بینین در بالا بینین. خب من در بالا اینجا را بینین که یعنی که ایندکس را میروه، یعنی ایندکس خبر میرم. این حاضر شما اینا فهمین که این از اینجا میره، یعنی اکتیون در ایندکس رویش میکنه. راست اگر ما اینجا وب مینویسیم یک دسته مثال مینویسیم، خیلی مهمه. پروست اب نوید میکنیم، وقتی اد پرایوت میکنیم من اینجا ببینیم که یک دسته میشه، یعنی که در فایل یک دسته روی میکنه. خب باز یک اتریبوت دیگر هست، این اتریبوت required است، یعنی که ما پروست در پولیا لبوی پولیا در میتونیم ایرا بمونیم استفاده بریم. required این اتریبوت اینو پروست من به اتریبوت استفاده شیم برام، یعنی که من چند جدام دیدم که اینا به اتریبوت استفاده شیم برام، یعنی که این سوشا نمیمونه اتریبوت کشید باید این خیلی مونیکو خیلی فهمیدیم اتریبوتش ما باید دونیم. خب اب نوید میکنیم. این معنای چی را داره؟ این معنای که یعنی که ما پولیا را وقتی خالی میفرستیم اینجا میگه که زاپولنیت پولیا، یعنی که این پولیا را شما پر کنید میگه، یعنی که اجازه نمیده که پولیا را پروست خالی وقتی ما یکم پرش کردیم و اجازه میده که پولیا الکی فرستاده شد. یعنی که اینم باز هست تکستری این از این پوتو فرق میکنه. تکستری مقصد که برای پولیا یعنی که شکایت بسیار مینویسند، برای همین خدمت میکنه. تکستری این خیلی نوشته میشه و پروست این هویش هم محکم میشه، نو همین چیزش لیش نیای برای همین من این تکستری، یعنی که از اینجا میتونه که مثل کارشین کلانش کنید، پروست کلانش کنید مایدش کنید. این تکستری یا نو زیر خودش اتوماتیک این خیلی استاگه. این دو اتریبوت داره. اتریبوت یکمش مینویسیم calls مثال میتونیم که
من نمیدونم انیق بچ خطی حساب میکنه کدام واحدی چنقدر حساب میکنه. یعنی 10 مدادمش من ببینین درازیش 10 شد، یعنی که автоматически 10 است. باز راوس یعنی که این فهمی بود درازی خب زبان نمیشه درازیش این راوسه. راوس مثال میتونیم که 5 پیکسل. نو این نمیدونم پیکسل قطعی انیق حساب نمیکنه. نو کدام واحدی چنقدر حساب میکنه من نمیدونم. نو این راوس. نو من این با کل راوس من вообще استفاده نمیبرم. نو میبینم در دیگر چیزا استفادهش میبرن. نو که من استفاده نمیبرم اینا CSS قطع خودم автоматически любой خیل مختار размерش میتونم любой خیل стилش میتونم. خب این بود تکست ری. خب تکست ری ما просто یک اتریبوت دیگر رو میمونیمش، یعنی که نه اتریبوت منایی در اینجا просто می‌نویسیم که این یعنی که واحدی تکست، یعنی برای تکست وارد کردن تکست، داخل کردن تکست. خب نشد باز پرابلم را نمی‌دونم. من این کد در اومد من در داخلش ما تکست ری یعنی که تکست داخل کرده. خب باز هست این بود کردیم و سلکت هست، یعنی که در بعضی سایت ها ما میخوایم که بعضی چیزایی در که یعنی میگن سال تولدتون رو بگیرین، شما مثال انتخاب میکنین دراز نستگه نواز میبینستیم بعد میبینین که سلکت چه سلکت، یعنی این سلکت یک تگی است که باید در داخلش هر یک اپتیشن رو بگیره. اپتیون میشه مثال میگیریم که январь فевраль میخواد. من همش نمیگیرم просто میخواد این برای نپریمیره نشون دادم. من این برای من اینه که شما خب حاضر من یادم شما دو وید نشه خیلی شد میشه. من این خیلی فکرم که میبینید برای که این ویدیو در پایان کنم. خب من این خیلی مثال یکم تشه انتخاب میکنیم. این انتخاب میشه پرستو همش یک نمود که است برای اینقدر خیلی شد میده. خب اینش هم بگیم پالیزم چیزه. خب این به درس امروزمون حاضر ما همه این چیزایی که ما ایشون دادیم امیره ما ریال میسازیم و شما تماشا کنین که اینها چه خیلی میره. مثال ایناشا من کامنتاری میگیرم پایان ده کامنتاری ما گفته بودم که پکا وزی ما در اینها در کار نیستن، به خاطر همین ما کامنتاری ده میگیریم. کامنتاری یعنی اول خیلی علامتی خطاب میامد 4 تا میمونیم بعدا در داخلش کامنتاری مونه داخل میکنیم. مثال من اینقدر جوش ما در کار نیستم زیرش ده راستو میگیرم اینجا کامنتاری میکنم یعنی که دیگر نشون نمیده. خب ما ریال دیشه مینویسیم یعنی که اینجا را پروستو ایندکس میمونیم، یعنی که ما چیزی که در همین سامونه که ساخته هستیم همین در استفاده میبریم، یعنی که ما استفاده میبریم اینپوت پروستو من کپی را میکنم اینجا نام نویسیم نکرد پی میمونیم مینویسیم پی اینجا میمونیم که مثال نامتون یا که نام میخوادیم بعدا میآید مثال ایمیل نو بچه ها خیلی وقت زیاد میره برای همین من استاپ دا میگیرمش خودم مینویسمش بعدا نشون میتون. خب من همان خیلی نویسندمش. خب یکم اینجا نوشته که نامتون یعنی که ما نام یعنی که برای نام چی انتخاب کنیم. درست برای نام تکست ما انتخاب میکنیم. من اینجا ما میگیرمش
من نام میمونیم، یعنی که نام شما اینه که تکست میگیم، یعنی که نام از 10 سیمبل یعنی که از 10 حرف زیاد نباشد میگیم. خب دیمش ایمیل، ما پول ایمیل هم میگیریم. پول ایمیل هم میگیریم یعنی که در تگین میمونیم. سومش پرول یعنی که پاسورد هم میگیریم. یک پاسورد برای جوابگویی پرول میباشه. خب پرول هم میگیریم. بعدا بعد از جنس شما، یعنی که جنس شما مرد یا اینکه زن. برای این مدت رادیو کنوپکا در کار میشه. ما رادیو کنوپکا را میگیریم. دو تا رادیو کنوپکا میمونیم. بار ایناشا میگیریم. بیرش در کنیم. بیره فکر میدونیم. سین پویان میپرده. اینجا می نویسونیم که خب جنس شما یعنی که مرد یا اینکه زن. No просто من اینجا فراموش کردم. در اینجا میپرتیمش. یکی از پیشه و از پیشه این. یک چیز بود در HTML 4 استفاده میبود. در نوازیر من نمیدونم استفاده میبره نمیبره. و پرستو من می نویسیمش. اگر کار میکنه کار نکرد هیچ. سال نو می نویسیم. یعنی که نامش نو میتیم یا چه یس میتیم. یعنی که نو یس. خب سهمیش میشود سال تولد شما، یعنی که ما مایدونی داتا را میگیریم. این هم میشود که شما سلکت قد کنید. حاضر современный сайтов алакай уже дата қат мекунанд. Не дата удобный таракай select мисолар қазинра наистан дар кор масад қина инуда. بعد از این یعنی کدام اینا رو شما بیشتر دوست دارید؟ پدر یا مادر؟ برای این ما میگیریم چک باکس. نو من پروستو اینا موندم. چک باکس من چک باکس من. خب از پیشی پدر میمونیم و از پیشی مادر. بعد از اون میشه که صورت خود رو داخل کنیم، یعنی که صورت خود ما چقدر داخل میکنیم. این اگر ویزت اینه ما باید فایل قطع کنیم. بعد از این میشود که مثال یکم چیز بر ایخچان بنویسن و روی کنن. برای ما میگیریم تکست اری میگیریم. کولز روز شد پروستو دلیل میکنیم. خیلی په اومد چه خیلی هم خیسته. اینجا شما نویسیم که تمای خود رو مثال بنویسید. شکایت خود رو بنویسید. از خود مثال بنویسید. از خودتون معلومات دید. امنایی کنیم، سخنید امنایی میکنیم. خب من مایدون ما ساخته شد. خب من اینجا از یک دیگرش دور اومد. نو اینا CSS خطی همش راست میکنیم. من چه نام گفتگی نه که ما نام می نویسیم، ایمیل می نویسیم، پارول می نویسیم. مقصد من جنس میگیریم، مرد میگیریم. این کار نکرد. چیزی که من روزی گفتم باید کار کنه کار نکنه نمیدونم. نو در HTML 4 این کار میکرد. یعنی که اینجا شد نو می نویسیم، اینجا شد یس. معنی را داشت که وقتی که ما در زن میجقیم یعنی که مرد پتکولشت کار نمیشه و دیگه. وقتی این جقیدیم این جقیدیم با سراز دایی میگذره از این بگیم گم میشه. نو اینا پیچ فقط میکنیم و نو در HTML هم کار میکرد و زیر کار نکرد است. خب مایلشین بعدا مثال داتا مثال دین راجنیتا یعنی بگیم میگیریم. بعدا مثال کدامی از اینا دوست میتونی هردش گیری تو نیت گیری فرمانده. مثال از اینجا صورت خود رو گیرید. مثال صورت کوفته میبینید اینجا میگیریم و اینجا گفتگیه که از خود مقصد معلومات یک پروست یک معلومات دیدیم. ما دو چیز دیگر فراموش کردیم. یعنی که کنوپکای سابمیت میگیریم. کنوپکای سابمیت بود. بعدا ریست خب در زمان نمیشه. من هر کنوپکا را گرفتیم یعنی که ما چیزی داخل میکنیم یعنی که اون سا میگیریم داتا مثال میمونیم سبروس کردیم همش میپره. وقتی فرستادیم میگه که زپولیت فرمو یعنی که یک تاش میگه که این پولی پاسورد
میگه که заполните форму. ما حاضر پاسپورت می‌بینیم. مانا اینجا ریکوی داره، یعنی که باید обязательно میشه، باید پرش کنیم. مثلا این ریکوی در همش میمونه، یعنی که همه پولی را باید ما обязательно پر کنیم، یعنی که بعدا فرم را روان کنیم. نه با فکرم فهمیدین شما، شاید نیست ما همش تمام خیلی میمونه. خب میگشتم تمام. یعنی که همه پولی обязательно شد. که حاضر ما отправить کنیم، نام میگه پر کنیم، نام پر کردیم، ایمیل پر کنیم میگه، ایمیل پر کردیم. نو ایمیل ببینین که خودش اتوماتیکی میگه که اینجا باید در ایمیل یعنی که سابچکا باید بیاد. بعدا یکم چیز از میفرستیم انا که نه یعنی که این طوری شد. نو رگوال выражение من گفتم در اینجا، یعنی اینجا رگوال выражение برای چی در کار؟ مقصد که انسانایی هستن که در مثال میگیریم ایمیل ده، مقصد که این خیلی ایمیل میمونن حاضر که چه خیلی که ما موندیم، یعنی که یکم چیز مینویسه و سابچکا میمونه پروسان خیلی. اگر HTML ما یعنی که ریکوی یا که ایمیل نداشته باشه، خب باید обязательно باید точка بیاید، یعنی که یعنی رو یا اینکه مثال کام یا که یکم چیز دیگر обязательно یعنی که точка باید در ایمیل باشه و سابچکا هم باید باشه. برای همین رگوال выражение را استفاده میبرم. رگوال выражение یعنی که ای اتوزه، اینجا مثال ما میگیریم که ای سه میگیم، یعنی که ای سه تا بیاید، بعدا через برگل میگیم، یعنی که تو безконечное. مثال آدم 10 تا دفعه میکنه، 20 تا دفعه میکنه. مثال نامی بعضی یک از 6 حرف های، نام یک از 3 حرف های، نام یک از 10 حرف های، یعنی که اینجا میگیم که ای 3 حرف تو چند حرفی را که میگیره بگیره، بعد یو یعنی که سابچکا بیاید، سابچکا میمونیم، یعنی که بعد یو سابچکا بیاید بعد از نام، یا که بعد از نام مثال میگن که ایمیل من نپریمیر عبدالشکور 97 کردگی، یعنی که بعد از او اگر من 97 کنم این کار نمیکنه. در من میگم که ای اتو ز گرفتی، بعد از او مثال از 0 تا 9 لبای رقم بگی، بعدا میگم که یعنی که این از 3 رقم کم نباشه و تو مثال 10 رقم 20 رقم تو چند رقمی را باشه، یعنی که ورگ میمونه تو چند رقمی را که باشه. مقصد نمیخواد یا یک مثال اجازه میدیم که تو 20 رقم باشه، یعنی که ای 20 رقم ایمیل زیاد شدن نمیتونه. نو بعد از اون میگیم یعنی که обязательно باید سابچکا باشه، با اون میگیم که مثال ای ا تا ز باید یکم چیز باشه، یعنی که یکم حرف ای ا تا ز باشه. و مثال که نشکر پیرواد میکنیم میگیم که بعد از ا تا ز بودن یعنی که این چقدر شده مثال میتونم مثال ای ا تا ز. نو ایمیل خودش 4 حرفه، نو جیمیلش 5 حرف میشه، برای همین میگیم که این از 3 رقم یعنی که از 2 رقم مثال میگیم تا 10 تا باید باشه. بعدا میگیم که یکم رقم دیگه هم مثال شدنش ممکنه بعد از ایمیل، یعنی که ای 0 تا 9 ای 0 تا 9 با فکرم که نیست اینا میگیریم. در یکم ایمیل من ندیدم که بعد از اون بعد از ایمیل که یکم رقم باشه، یک دو سه یکم چندی باشه. بعدا میگیم که ای توزیع باشه، خب ای 2 رقم کم نباشه و تو ای 10 رقم زیاد نباشه. بعد یو باید обязательно точка بیاید، یعنی که نقطه بیاید. بعد از نقطه مثال ای ا تا ز باید باشه، میگیم که از ا یعنی که تا ز یکم چی باشه، یعنی که این از 3 رقم زیاد نباشه، یعنی که از مثال از 4 تا زیاد نباشه. خب نمیکنیم، یعنی که میبینیم من مثال ایمیل خود نمی‌نویسم، عبدالشکور 97 سابچکا میمونیم mail.ru. وقتی که ما отправить میکنیم من یکم اشیبکا نمیگه، یعنی که بولوگیش میگه заполните форму. مثال ما فرم را پر میکنیم ایمیل введите данные в указанной форме. خب چه خطاگی داد؟ حاضر من رگوال выражение را میبینم که چه خطاگی داده. نه این خطاگیش در اینجا بوده که من پروستو از اینجا نموندم.
یعنی که وقتی را مونده ما اجازهش بیاریم که چند رقم بیاید و بعدا خطاگی دیگه‌اش که اینکه مثال من وقتی ایمیل باید بیاید باید من اکرانی را وچ کنم، یعنی که ابراد نیستش مون که همین چیز یعنی که باید ابزاد کنم بیاید بعدا مقصد که توچکارم یعنی که اکرانی را نکنم که باید توچکا بیاید بعد ای اتوزی یعنی که یکم حرف بیاید بعد مثلا 4 تا بیاید یا 4 تا بیاید یا مثال ای نه 4 مثال ای 2 مثال تو مثال تا 5 تا مثال میگیریم من پروسو پر میکنم یکم اینجا نوید میکنیم نام مینویسیم ایمیل پروسو پستو خالی روی میکنیم اگه заполните یکم مینویسونه میگه که باید ایمیل собачка داشته باشه مثال میگیریم 92 собачка رو میمونیم مثال میگیم mail.ru یعنی که من میفرستیم خطاگی دیگه نمیکنم این رگولار ورژنیه. خب این درس ما خیلی گذشت شما خوب تماشاش کنین خوب گوشش کنین بعداً گرفتختون یک لو این درس ونیمتیلنی هر یک درس یاد بگیرین نو رگولار ورژنیش اقدر تیمای واژه نیسته شما در مثال زورتونه که بگین قیم بوده نه اینش مقصد که اهمیت ندین نه بدونین که همین چیز هم هسته و اینا در PHP داخل میکنن ما این تگایی که من در اینجا موندم این سیمبولا اینا همش PHP هم من پروگرام PHP گذاشتم من یاد گرفتم برای همین اینا را شما قدر خوش نشین اینش قدر مهم نیست. خب همین به درس امروزه ما اینش در کار نیستن دارید میکنیم پروستو درس امروزه ما به اتمام میرسونیم. بعد از این یک درس دیگر داریم کورس HTML من تموم میشه انشاءالله که بعد از این کورس CSS میبره. خب تا درس دیگر خیر.